خراجات پیش بینی نشونده را نظارت و اداره کنید. خراجات پیش بینی نشونده چیست میدانید؟ وقت انسان نقشه ندارد خراجات پیش بینی نشونده پیدا می شود. بناگاه چون این خراجات خیلی زیاد پیدا می شود کس حتی فکر نمی کند. میدانید من بیزنسمنم و می بینم که بعضا برخی کارمندان ناخوانده هم یک کار را 2-3 بار می کنند. این از نوع استحصال کنی نام دارد. کی مرا فهمید؟ چی نام دارد؟ از نوع استحصال کنی. آیا میدونید که مفهوم اکونومی چیست؟ یا مفهوم اقتصادیات، اکونومیک و غیره؟ این خود محدود کنی نیست. این خسیس بودن و گرسنه ششتن نیست. نه، این فهمیش چیزهای عمیق در کاری است. من 2-3 مثال میارم. با مثال فهمیدن آسان تر است. من در یک مرکز سودا در الماتا مغازه کشادم. آنجا گلوبوس نام دارد و ما برای مغازه تجهیزات خریدیم. با آن تجهیزات ما انیق $28,000 صرف کردیم. مغازه باید با برندها مجهز میگشت. ما همه چی را فرمایش دادیم. در مغازه لباس ها چراغان کنی نقش خیلی کلان میبازد. چراغان کنی می شود آفتابی، گرم و می شود خنک. آن گوناگون است. $28,000 برای مجهز گرداندنش صرف کردیم، چون که برای سیر خریدار شدنش محیطش باید در حقیقت دلکش باشد. من دیگر مغازه هایم را با $15,000 $12,000 $20,000 مجهز می گردانیدم، اما هیچگاه این گونه خراجاتی کلان نکرده بودم. من آمدم رهبر مغازه 28,000 صرف کرده است، ولی چراغان کنی آنجا خیلی نفرت آور بود. آن به من پسند نآمد. نمیدانم او به کجا نگاه کرده است. می شود که بعضا یک چراغ ماشین به این طرف دویمش به آن طرف می نگرد. مثل همان شده است. خنک و نافهم است. می بینم نیمش در مرکز است، گرم است، اینش باشد سرد است. نفهمیدم چگونه سویتفور است. من گفتم گوش کن، این خیلی نمی شود. التماس تغییر ده و درست کن. من رفتم به اکتاو پریدم. پس از 1 هفته برگشتم. او باز $2,000 صرف کرده است، ولی اکنون باز هم بدتر شده است. من گفتم لاریسا این چی گپ است؟ شاید واقعا یگان کاری خوب میکنی. تو راهبری. اگر این کارها را من کنم پس چرا به تو معاش میدهم؟ این کار توست. التماس را و آدمان موافق را بیا. کارا خوب اجرا کن. گفت خوب شده است میکنم. بعد من کجایی رفتم؟ تخمینا بعد 10 روز برگشتم. او باز $1,500 صرف کرده است. اکنون به مغازه حتی نگاه کردن ناممکن بود. یعنی به خلاصه آمدیم که نمونه یکم بهتر بود. من گفتم الکتریک را جغ زن، من با او صحبت کردن میخواهم. او الکتریک را جغ زد. آن جوان به لاریسا نگاه کرده گفت لاریسا به من درست فهمان، شما چی میخواهید؟ با انگشت اشاره میکنید. من از کجا دانم که چی میخواهید؟ انا آنگاه من فهمیدم که مفهومی اکونومیک خسیس بودن و صرف کردن نیست. مثال قسمی احتیاطی $100 است و شما آن را به $40 یا $60 خریدن میخواهید، ولی پس از 1 ماه آن میشکند یا دیگر قسم های احتیاطی را میشکند. سپس مجبور میشوید که 2 برابر خراجات زیادتر کنید. از این رو اکونومی فهمیدنی آن است که به شما محض چی در کار است، نه اینکه کم کردن یا زیاد کردن و غیره. فهمیش دقیق آن است که مرا فهمید. مثال دیگر میارم. من همین گونه تالار کلان دارم در مرکز ترینینگی هم در دوشنبه. من برای تالار ترینینگی هم کرسی ها فرمایش دادم. باز تجهیزات دیگر نیست. این واقع 10 سال پیش بود. انا همین خیل کرسی ها در همه جا هستند. با آنها گفتم طوری سازید که در این جای کرسی ها لوحه‌ای باشد که برداشته در بالایش نوشتن ممکن باشد. در ترینینگ برای آدمان خلای می شود. خلاصه فرمایش دادم. یک شاگرد من در خطای است. او گفت بیایید من برایتان تیار کرده میفرستم. من گفتم خب. او با من فرستاد. کرسی ها با آفیس دوشنبه رسیدند. من نبودم. آنها همین خیل کبود بودند. در حقیقت کبود بودند. با چنین لوحچه ها، ولی از پلاستماسه بودند و برای باغچه بچگان. با باغچه رویدن این خیل کرسی چه ها هستند کو؟ من نمیفهمیدم آن بچه با کدام عقل آن کرسی ها را خریده به من فرستاده است. من تخمینا $8,000 یا $10,000 داده بودم برای خریدن و آورده رسانیدن. گفتم خدایا این چی گپ است؟ تصور کنید به تالار می‌درایم آدمان انا این خیل نشستند. تصور میکنید؟ گفتم کرسی هایی که فرمایش دادم کجا شدند؟ این چه حال است؟ گفتن انا این فرمایش شماست.
تصور کنید باز آنها از پلاستماس بودند. وقتی 4 ساعت چینید این جایتان پرتر می شود. میخیزید لباستان به تنتان چسبیده است. بعد به او زنگ زده گفتم گوش کن، تو چی فرستادی؟ تو چیزی درست نفرستادی. آیا میفهمی من با آدمان بیزنس میآموزانم؟ آیا میتوانی برایم راحت کرسی های خوب و موافق پیدا کنی؟ او گفت خوب استاد. با دقت گوش کنید. او در خطای میخواند و 2-3 بار در ترینینگ هایم بود. بعد به من صورت کرسی را فرستاد. صورت خوب بود. من گفتم خوب روان کن و پرسیدم که چند پول است. گفت که یک دانه $110 است. گفتم آن چگونه راحت کرسی است؟ او گفت نه استاد این راحت کرسی ها خیلی خوبند. من گفتم خوب. با او پول فرستادم، تخمینا $16,000-17,000. بعد باز پولی رهگیرا را هم دادم. وقتی آن کرسی ها به نقطه گمرک رسیدن به من گفتند میدانید شما 1.5 واگن بار دارید. من گفتم چه خیلی؟ آنها همگی 160 کرسی اند. چه خیلی 1.5 واگن بوده میتوانند؟ باز به فکر فرو رفتم. کابینت من در قفاست. از قفا در آمده دیدم دختره که نشسته رجیستراسیون میکرد. پرسیدم تالار چخیل؟ آدمان چخیل؟ او گفت تالار پر از جای خالی نیست. من آگاه روی خطش را دیدم. آدمی 86 را رجیستراسیون میکرد. گفتم آخر به تالار ما 200 کس میگنجد. این چخیل شد؟ او گفت نه جان نیست. شما فهمیدید؟ من از قفا در آمدم دیدم که همه مثل شاهان نشستند، مثل بیزنس کلاس هواپیما. من به صحنه برآمدم. در آنجا من این خیلی صحنه بلند ندارم. آن پستر است. من برآمدم. میدونید سری آدمان قطار یکم و دوم رو میبینم، دیگر کسی را نمیبینم. کرسی ها بلند، موافق، در آن خواب رفتن ممکن است. دهشت بود. من گفتم دوستان این چی گپ است؟ آیا میدانید که من برای این کرسی ها بیش از $30,000 صرف کردم؟ این واقعا 10 سال پیش بود. اکنون مرا میفهمید؟ یعنی کس باید عمیق داند که با او چی در کار است. کم یا بسیار، با نرخ بلند یا پست نخرید، بلکه آن چیزی را خرید که واقعا در کار است. انا همین کس را موفق میگرداند. برای همین چیزهای ارزان را هم نکابید. اگر دانید که به شما همین چیزی $100 در کار است، چیزی را که حتی $99 است نخرید. همان چیزی در کاریت آن را خرید. این فایده‌ناک است. من 2-3 مثال آوردم و امیدوارم که یک عمر فراموش نمی کنید. من چی گفتن میخواستم؟ چون این خراجات پیش بینی نشونده پیدا می شود، چون که هیچ کس نظارت نمی کند. آنگاه کار را از نو می کنید، باز خراجات می کنید و غیره، زیرا خودتان نمیدانید که چی می خواهید. پس مصلحت گیرید، معلومات کابید، 10 کس را پرسید و یک بار خرید. پول صرف کردن خیلی آسان است. کدامی از شما اقلا یک بار چنین کار را کرده اید و بعد فهمیدید که باید نمی کردید؟ پول باشد الکی صرف شده است. کی اقلا یک بار چنین کار کرده است؟ درست؟ آدمی نیست که این کار را نکرده باشد. برای چی؟ برای آنکه ما خودمان مصلحت نمیپرسیم، وقت یافته معلومات نمیگیریم، دست راستمان را برداشته تکرار میکنیم. اگر تو سرمایه جمع کرده ای، برای از آن نجات یافتن سراسیمه نشو. وقت یابو، کاری را که کردن میخواهی آموز. دوستان حتی برای ماشینتان چرخ خریدن خواهید هم بهترش 2 روز وقت یابید و از نظر گذرانید. از پول در حال نجات یافتن در کار نیست. وقتی نجات یافتید بعد باز به دست آوردن آسان نیست.